ادامه روند محدودسازی روابط ترکیه با رژیم صهیونیستی. پس از تعطیلی مجدد سفارت و کنسولگری رژیم در آنکارا و استانبول در روزهای نخست عملیات طوفان الاقصی، بالاخره پس از 6 ماه کشمکش در فضای سیاسی و اعتراضات مردمی، دولت ترکیه تصمیم گرفت مبادلات تجاری با رژیم صهیونیستی را به صفر برساند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت درهای تجارت با رژیم صهیونیستی را به کلی بسته ایم. اما نتانیاهوی بی‌رحم با حمایت غرب در رأسشان آمریکا تاکنون ده‌ها هزار فلسطینی را به قتل رسانده. به عنوان یک مسلمان بیش از این نمیتوانستیم صبر کنیم و همین دلیل تمام فعالیت‌های تجاریمان را با اسرائیل قطع کردیم. تجارت ما با اسرائیل به 9.5 میلیارد دلار میرسید که آن را نادیده گرفتیم و درهای تجارت با اسرائیل را به کلی بستیم. این در حالی است که خیزش مردمی ضد صهیونیستی همچنان اقدامات جدی را از سوی دولت مطالبه می‌کند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه مدعی است کشورش قصد دارد از راه‌های دیپلماتیک هم به رژیم صهیونیستی فشار آورد. ما تدابیر جدی رو برای اعمال فشار به اسرائیل آغاز کردیم. علاوه بر قطع روابط تجاری، به پرونده شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بین‌المللی کیفری لاهه می‌پیوندیم. در گام نخست کاخ سفید سفر رئیس جمهور ترکیه به آمریکا را لغو و اعلام کرد برنامه تعریف شده‌ای برای دیدار اردوغان و بایدن در کاخ سفید ندارید. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.